شهر نینوا در منطقه موصل در عراق کنونی پایتخت دولت آشوریان به شمار می رفت. این دولت قدرت و استیلای خود را بر بیشتر کشورهای آسیا گسترش داد. نینوا در آن دوران از غنی‌ترین و بزرگترین شهرهای مشرق زمین محسوب می گشت و دارای جمعیتی بیش از 100,000 نفر بود. فراوانی نعمت و ثروت بی حد و حصر مردم آن سامان را به وسیله انجام کارهای ناروا و گناهانشان به ورطه گمراهی کشاند. از طرفی مردم نینوا بت پرست بوده و به خدای متعال ایمان نمی آورند. خداوند یونس علیه السلام را به سوی آنان فرستاد. یونس علیه السلام در 30 سالگی به نینوا رفته و دعوتش را آغاز نمود. آنها را به ایمان به خدا و توبه و بازگشت از گناهان دعوت می فرمود. ولی آنان بر انجام کارهای خود پافشاری کرده و دعوت وی را نمی پذیرفتند. 33 سال از آغاز دعوتش گذشت، اما هیچ کس جز 2 نفر به او ایمان نیاوردند. یکی از آن 2 نفر دوست قدیمی یونس علیه السلام و از دانشمندان و خاندان علم و نبوت به نام روبیل و دیگری عابد و زاهدی به نام ملیخا بود. هنگامی که دعوت یونس علیه السلام در مورد قومش به هدف دلخواه نرسید و آنها همچنان بر بی ایمانی خود پافشاری کردند، آن حضرت کاسه صبرش لبریز شد و تصمیم گرفت مردمش را مورد نفرین خیش قرار دهد. روبیل به آن حضرت می گفت قومت را نفرین مکن، زیرا که خداوند هلاکت آنها را نمی پسندد. ولی ملیخای عابد با تصمیم یونس علیه السلام هم عقیده بود و می گفت نفرین کن بر ایشان. آن حضرت سخن ملیخا را قبول کرد و آنها را نفرین نمود. حق تعالی وحی فرستاد به سوی او که عذاب خواهم فرستاد بر ایشان در فلان سال و فلان ماه و فلان روز. چون وقت آن وعده نزدیک شد، یونس علیه السلام با ملیخا از شهر خارج شدند، ولی روبیل در میان مردم شهرش ماند. چون روز نزول عذاب شد، به مردم گفت فزع و استغاثه کنید به سوی خدا، شاید که بر شما رحم فرموده و عذاب را از شما برگرداند. گفتند چگونه فزع کنیم؟ گفت بیرون روید و به سوی بیابان و فرزندان را از زنان جدا کنید و میان شترها و گاوها و گوسفندان و فرزندان آنها جدایی بیندازید و گریه کنید و دعا کنید. همه از شهر بیرون رفتند و چنین کردند. خداوند نزول عذاب قطعی را از آنان مرتفع ساخت. کمی بعد از ساعت موعود یونس علیه السلام به میان شهر بازگشت که نحوه هلاکت مردم را بنگرد، اما با کمال تعجب مشاهده کرد کشاورزان در مزارع خیش مشغول کار هستند و اوضاع و احوال شهر بسیار عادی به نظر می رسد.
یونس علیه السلام از آنها پرسید که چگونه شد احوال قوم یونس. ایشان نشناختند او را. یکی از افراد قوم به او گفت یونس قومش را نفرین کرد، دعای او مستجاب شد، عذاب بر آنها نازل شد. پس ایشان جمع شدند و گریستند و دعا کردند و خدا رحم کرد ایشان را و عذاب را از ایشان برگردانید و بر کوه‌ها متفرق کرد. اکنون ایشان به دنبال یونس هستند که او را پیدا کنند تا به او ایمان آورند. یونس علیه السلام با شنیدن این سخن خشمگین شد و بدون اذن پروردگارش شهر را ترک کرد و رفت تا به کنار دریایی رسید. کشتیی را دید که پر از مسافر و بار است و می‌خواهد برود. پس یونس علیه السلام تقاضا کرد که او را سوار کشتی کنند. به او جا دادند و او سوار کشتی شد. کشتی حرکت کرد. در وسط دریا ناگاه ماهی بزرگی سر راه کشتی را گرفت. در حالی که دهان باز کرده بود گویی غذایی می‌طلبید. چون آن حضرت ماهی را دید ترسید، به عقب کشتی آمد. ماهی نیز به جانب عقب کشتی آمد تا اینکه کار بر اهل کشتی تنگ شد. سرنشینان کشتی گفتند به نظر می‌رسد گناهکاری در میان ما باشد که باید طعمه ماهی گردد. سپس آنها تصمیم گرفتند میان خود قرعه کشیده تا به نام هر کس اصابت نمود او را از کشتی بیرون اندازند. قرعه به نام یونس علیه السلام درآمد. حتی 3 بار قرعه زدند، هر 3 بار به نام یونس علیه السلام اصابت نمود. یونس را به دریا افکندند. آن ماهی بزرگ او را بلعید. زمانی که ماهی یونس علیه السلام را در کام خود فرو برد، خداوند به آن حیوان الهام فرمود که به یونس علیه السلام آسیبی نرساند. یونس علیه السلام در شکم ماهی که جای گرفت پنداشت از دنیا رفته است. لذا اعضای بدنش را حرکت داد، دانست که زنده است. از این رو به سجده افتاد و عرضه داشت پروردگارا، جایگاهی برای پرستشت برگزیدم که کسی در چنین جایی تو را ستایش نکرده است. سپس چند روز همچنان در شکم ماهی به سر برد و پیوسته به ذکر و ستایش پروردگار می پرداخت. پس از آن به عظمت الهی اعتراف کرد و اقرار نمود در کاری که از او سر زده به خود ستم روا داشته است. خداوند دعایش را مستجاب کرد و توبه اش را پذیرفت و به ماهی فرمان داد تا یونس علیه السلام را به ساحل ببرد و او را به بیرون دریا بیفکند. یونس علیه السلام در حالتی از بیماری و خستگی از شکم ماهی خارج شد. خداوند درختی با سایه گسترده از نوع کدو بالای سرش رویاند که آن را می‌مکید مانند شیر از پستان و در سایه آن به سر می‌برد. موهایش همه ریخته بود و پوستش نازک شده بود و تسبیح خدا می‌گفت و ذکر خدا می‌کرد در شب و روز. چون بدنش قوت یافت و محکم شد و سلامتی خود را باز یافت، خدا کرمی را فرستاد
که ریشه درخت کدو را بخورد و آن درخت خشک شد. خشک شدن آن درخت برای یونس علیه السلام بسیار سخت و رنجاور بود و او را محزون نمود. خداوند به او وحی کرد: چرا محزون هستی؟ او عرض کرد: این درخت برای من سایه تشکیل میداد، کرمی را بر آن مسلط کردی، ریشه اش را خرد و خشک کردی. خداوند فرمود: تو از خشک شدن یک درختی که نه آن را کاشتی و نه به آن آب دادی غمگین شدی، ولی از نزول عذاب بر 100,000 نفر یا بیشتر محزون نشدی؟ اکنون بدان که اهل نینوا ایمان آوردند و راه تقوا پیش گرفتند و عذاب از آنها رفع گردید، به سوی آنها برو. یونس علیه السلام متوجه خطای خود شد و عرض کرد: یا رب عفوک عفوک. سپس به سوی نینوا حرکت کرد. وقتی به نزدیک نینوا رسید خجالت کشید که وارد شهر شود. چوپانی را دید نزد او رفت، به او فرمود: برو نزد مردم نینوا و به آنها خبر بده که یونس به سوی شما می آید. چوپان به یونس علیه السلام گفت: آیا دروغ می گویی؟ آیا حیا نمی کنی؟ یونس علیه السلام در دریا غرق شد و از بین رفت. به درخواست یونس علیه السلام گوسفندی با زبان گویا گواهی داد که او یونس علیه السلام است. چوپان یقین پیدا کرد، با شتاب به نینوا رفت و ورود یونس علیه السلام را به مردم خبر داد. مردم که هرگز چنین خبری را باور نمی کردند چوپان را دستگیر کرده و تصمیم گرفتند تا او را بزنند. او گفت: من برای صدق خبری که آوردم برهان دارم. گفتند: برهان تو چیست؟ جواب داد: برهان من این است که این گوسفند گواهی می دهد. همان گوسفند با زبان گویا گواهی داد. مردم به راستی آن خبر اطمینان یافتند. به استقبال حضرت یونس علیه السلام آمدند و آن حضرت را با احترام وارد نینوا نمودند و به او ایمان آوردند و در راه ایمان به خوبی استوار ماندند و سالها تحت رهبری و راهنمایی های حضرت یونس علیه السلام به زندگی خود ادامه دادند. مدت غیبت یونس علیه السلام از میان قومش 4 هفته 28 روز از قوم خود غایب گردید. 7 روز هنگام رفتن به سوی دریا به طول انجامید. همچنین مدت 1 هفته را در میان شکم ماهی سپری کرد و 1 هفته را نیز در بیابان زیر سایه کدو گذرانید و 1 هفته را هم صرف بازگشت مجدد به شهرش نمود.